سلام به رفقا. امروز اومدیم یه ساندویچ درست کنیم، ولی نه یه ساندویچ معمولی، یه ساندویچ کاملا شانسی که معلوم نیست قراره خوشمزه از آب در بیاد یا افتضاح. آماده اید بخندیم و عذاب بکشیم؟ پس بریم خریدار رو ببینیم و ببینیم که در ادامه چی در انتظارمونه. فقط قبلش ممنون میشم لایک کنید و کامنت بذارید و اگه دوست داشتید چنل رو سابسکرایب کنید. بریم شروع کنیم. خب خوش اومدید به این ویدیو. قراره تو این ویدیو ساندویچ شانسی رو درست بکنیم به همراه دو تا از دوستای عزیزم. آقا خیلی مخلصم، خوش اومدید، دمتون گرم، خوش اومدید. فقط لطفا به هم دیگه رحم کنید. قانون بازی به این صورته. فکر نکنم. قانون بازی رو که میدونین. بین ما سه تا تک بیاره میکنیم. یه نفر برمیگرده روش اون طرف میکنه، اون دو نفر دیگه میرن جلو. اون مشتما برای اینکه نونو روش بذاریم. بعد از اینکه اون نونو گذاشتیم یه دونه برگ کالباس بیس کار قرار میگیره. تو به هر حال ساندویچ دیگه، در این حد شعورمون میرسه ساندویچ خوب درست کنیم. اون میشه بیس کار، نون و کالباس. از این طرف خب یه بار دیگه بگیریم. نه اوکیه، کات میکنم. من باید اون بر وایسم، حاجی من این بر وایسم. چه ربطی خیلی فرق. خب بیایم بر وایسم. نه تا حالا هم چیز نشیده بودم. نه مهم نی، بیا تیکه تیکش میکنم. بیا علی، بیا، اصلا مهم نی. سه سه. خب هرکی تک بیاره میکنیم تا حالا بعد بقیه‌اشو من بهتر توضیح بدم. هرکی تک بیاره چششو میبنده. امیر چششو میبنده، یعنی برمیگردی رو به اون و اون با خود بشه، اون به ما به درد ما نمیاد. خب امیر اصلا برنگرد، به هیچ وجه برنگرد. ما هر کدوممون برای هر نفر در مجموع نفر 6 تا آیتم گرفتیم که قراره که نون بیس کاریش. امیر باید انتخاب بکنه که آیتمی که من برداشتم و میخواد یا آیتمی که علی برداشته براش. فقط الان با چی باز کنیم کالباس رو؟ دندون نمیشه ده؟ بابا من چی دندون ما سنگه برار. چیکار میکنی؟ داره یه جوری نگاه میخواد نگاه کنه. خب ما نونو بده، مشمای منو بده، تو چیزای خودتو بردار. مشمای مرسی. دستامونم که تمیزه. تمیز. یه دونه اینجا میذاریم، بعد یه دونه آخر میچینیم. خب امیر آماده ای؟ چیکار برنگرد یا همونجا باش کنم. خب آیتم اول اشکال نداره، با یه جوری میریزه بالا. شما ساعت کار خود باشه. جامد بالاخره با قاشق هم میتونی بری. خب آیتم دست من یا دست علی؟ مال تو. وایسا میکروفونو بهت بدم. این میکروفون دستت باشه برنگرد. ولی خدایی همونی که انتخاب میکنم و آره. علی
خراب میشه. به خدا اگه خمیر دندون ریخته باشید حالا بگم شامپوه من نمیخورم ولی من هیچ چرا 4 تا آیتم 3 تا آیتم بود که خب تموم شد دیگه ای بابا خب 3 تا آقا الان 3 تا اومد تموم شد ها بازم تو غلط کردی فکر نکنم بیام چشا بسته چشا بیا جلو بیا جلو بیا جلو بیا. نه نباید ببینی چشا بسته بیا جلو بیا جلو چش بسته چش بسته این علیه چش تو باز نکن علی بده دستش بچه ساندویچ دارم میدم بگیر نه از اینجا بگیر ببینم نه نبین بخور بعد گاز بزن ببینم نه بخور اگه ببینم تا آخرش قانون میکنم بازی که نمیشه عوض کرد اگه ببینم تا خب آخرش ببین. میکنم خب دیگه بخور دیگه آقا بخور خوش به 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 بابا جون چقدر آها خوبه کلی علی خدا لعنتت کنه علی آب بیار آقا تقصیر علی ها خیلی بده اولین بار بود بعد از 10-12-13 دیدی اولش سس گوجه است اونجا ما گیر آقا دوست داشته آیتمای منم بریزید برام من مهم نیست یه بغل نه مزهش چطوری بود نخوردم گوجه رو من کلی خود ساندویچ گفتم خوردم گوجه رو نخورده من دارم داشتی بالا می آوردی بیاد من میرم آقا این سری نوبت من میگم آقا هر چقدر دوست داشتید هر آیتم بریزید من ساده واسه شما کیا گرفتم برو تو این من دست چیزای خودت خوبی باشه دیگه آره دیگه خب من آتیش این ورمونم دوست داشتی میتونی برداری ببین وسایل خودت میذاریم وسط با امیر تقسیم می‌کنیم دیگه هر جور حال کردید فقط آقا علی دیدی که چجوری درست کردم یه کالباس زیر یه کالباس آخر سر رو هم بذار یا اول حالا من که میخورم من عادت دارم به ترکیبی خوردن حالا ان تو ویدیوهای بعدی میبینید متوجه میشید ان که خیره آقا من میکروفون یه خورده اینور میگم صدا شما بیفته ما داد میزنیم خب شروع کنیم
امیر یه دقیقه امیر یه دقیقه نخور صبر کن. خب آقا کاشون ساندویچ نمیذاش اونجا من میخوردم. جان من یا علی این دمت گرمی که گفتی معلومه چی در انتظار ما. سرم من بهت چقدر داری میریزی؟ چیکار داری میکنی؟ علی من آیتماتو دیدم ولی یادم نیست چی میریزی. خب بعدی داشتم یه انتخاب کن. کی؟ امیر. آخه دلم براتون سوخت. ما هم دلمون خدا اگه میدونستم من قد ظالمی میدونستم. ما هم دلمون برات سوخت، خواستیم چیزی که تا حالا تجربه نکردی و تجربه بکنیم. اما چیزی که تو الان میخوری قطعا خوشمزه ترین چیزیه که تو حالا خوردی با چیزایی که همین خریده. ببین طبیعتا تو مافیا خودش رو سعی میکنه شهر نشون بده. همین کاری که تو الان داری میکنی. خب بریم انتخاب کردین؟ انتخاب من اینو من یا امیر. علی. من بغلت دارم. اومدم در بیارم واسه ما گفتم نه نگه دارم برای علی. میدونستم ایده اینو تو دادی. دوچارم. واقعا متاسفم. بچه‌ها دعواشون شد با هم دیگه الان میذارن هم دیگه رو میکشن. آقا خیلی داری لفتش میدم. من دارم میخورم داداش. چی داری میخوری که اینقدر ملش میدی؟ من که خوردم. اوه باش. آخریه؟ 2 تا دیگه مونده. این یکی رو انتخاب کردین؟ حرفشو شنیدم پس میگم نمیتونی استفاده کنی. این تو قانون نیست. این خشن میبنده خودش نفهمه. نه این نمیبینه این تو قانون. علی اینجوری که دارید میگید علی سره. ترسیدم حاجی حقیقتا. سوختی که تو دادی یا اتفاقا ببین تو میکروفون گفتم میخوام بگم امیر ولی اینجوری که ادامه دادی تصمیم گرفتم علی رو بگم. داش من همین الان قبلش دارم میگم من تا ته اون ساندویچ رو میخورم. آقا گفت تا تهش رو یه بار دیگه بگو. تا ته ساندویچی که درست کردم بچه‌ها رو میخورم، اگر نخوردم نفری 500 به جفتشون میدم. ببین چی بس ور ندارید چیز میز خاک ماک توش بریزید ها. چوب موب نذارید لاش. بحث سر 500,000 تومانه، 500 میلیون نیست، حواستون باشه. امیر چرا رفت اون وقت؟ من چرا این حرف رو زدم؟ جان 500 تا بدم. نه ما تو میتونی تا تش بری. تا تش بری که حرف درست نیست ولی خب تا تش رو باید بخوری. ساندویچ رو تا تش باید بخوری. برو تا تش برو. تموم شد؟ فکر کنم تموم شد دیگه. آره دیگه تموم. بیا. خب وایسا. اما دو چه قشنگه تو وایسا نه یا آره داداش ما چشاشو ببنده وگرنه علی چرا داری فوت میکنی علی؟ چشاتو ببند داداش چشاتو ببند. علی الکل که توش نریختی. داداش نمیخوایم بکشیم. خدایی نریختی. نه آقا چرا فوت حالا کردی؟ من با داشمیر یه حرکتی کردم مگه الکل فوت کردن داره؟ داشمیر خیلی گوششه. بیا. بیا
ببین هر که برای تیم من خوردم ها. دست من یک بگیر. یعنی باهات همدردم. میکروفونم یک بگیره. اما جون نذار که تنها بخوری، همه رو برام خوردم. نه دستم ساندویچ چقدر سنگینه. کم ویژه است. چی توشه؟ بخور. نه ناموسم. بخور. جا نمیشه. جا بده. تو جاده چی؟ بسام باز کنم. باز یه دو تا گفته همه رو میخورم دیگه، بذار باز. اوکی. Brother, what's that? What's that, brother? حداقل اینو نصف می‌کردی. ببین یه دونه از این خب من به اون کشک خوردم، مزه سگ میداد. من این رو تمام کردم. خوبه؟ ترش یا شیرین رو توصیفش کن مزه‌شو. نمیشه. دستمان کش. اصلا نمیشه. آخه هم شیرینی زیادی داره، هم مزه سیره به شدت زیاد. تصویری هم که من اینجا دارم میبینم چیز جالبی نیست. از اونم ریختی سر من؟ نه. یه ریزی دیگه. گذاشتم جلو دستت. فکر کنم 500 تومن میبازم. حالا ببین تا آخر میخوری یا نه. ببین اگه امیرم تا آخر میخوره. هر چی بود اگه گوجه نبود میخورم. این الان میخواد مثلا نفری 500 تومن به من و تو نده، میره برای 5 میلیون خرج بیمارستان دو دکتر پیدا میکنه. شب ارسالی اسهال در کمین است. یه ویدیو هم باید از شب بگیره. حداقل یه جوری درست میکرد بشه خوردش. بخور تو میتونی. کثیف‌کاری کردم. مخصوصا این اسهال در کمین است. چقدر درشت شده. دستپختی داشت امیره. خیلی خوب نیست. من فقط چیزای خوب خریدم براتون، به خدا علی دید. اونایی که واسه نشون آره به دادم. خدا. آقا هستی هرچی مونده برای علی بریزیم؟ عجب آدم. انتخاب کن. خیلی هم من پارو شدی. حیف داداش. مرد بابا. حالا نخور دیگه بقیه. من نگرانتم. من خوردنش واقعا برام سخته، من نمیخورم. نه نخوره نخور. نمیخوایم 500 بدون بره. آره راست میگی. به خدا اسهال میشی. آره. اسهال در کمین است. البته ما سلطان ترکیبیه. ما یه بار با هم ترکیبی خوردیم دیگه. علی برو. رحم کنید. آره بابا. ولی من این امات نمیگم همشو. حالا من که دیدی همش خوب. یه دستمال فکر کنم آب نداری؟ آب ده. دستمال آب بده. آه چقدر سیر توش بود. سوخت یعنی؟ سیر تون نیست سیر. من آب میگفتم. اوکی. من چون خیلی از سیر بدم میاد. کشکم ریخته بودید نه؟ آره. آشه رشته بود. مزه کشکم هم میاد این مزه آشی داره میاد. برو عزیزم. همین که انقدر داشو خوردی خیلی کار کردی. بعدم ویدیو رو میبینی میفهمی. ولی یه دقیقه یه چیزی بگم یه دقیقه. سر من نامردی نکنید. نه. نوبتتون رو بریزید. بیشتر نریزید. اینجوری که داره میگه قطعا سر من این کار نکردی. نه. بیا. قضاوت با بیننده ها. وسط تمیزه؟ میکروفونو بگیر. علی بیا. یه ذره هم سمت ما بگیر. حاجی امیر داره همه چی میخوره اینجا. ببین میخوام چیکار بکنم. با همون اول میومدم.
جونم. من یا امیر؟ امیر. من؟ آره. امیر اگه داره خوردنش رو گل کنه حتما می‌دونه. یه دقیقه نخور آیتم انتخاب کن. اینجا فقط داره میخوره. اونم تو خریده میگی گفتم علی من یا امیر؟ اماد. صدای خوبی نمیشه. هر آیتمی که علی انتخاب نمی‌کنه همین برای خودش کام میشه. میشه. علی بالا من انتخاب نکن به تو خودم بخورم. وایسا نه وایسا یه چیزی که بردارم. آقا سر نوبتتون دیگه اضافه سر نوبتی من ریختم یه چیز توش داره که باید ازش جدا کنم. یا دندونت میشکنه. یه چی گفتم اینجوری به ذهنش نرسید. خب من یا امیر؟ من مسئول میشم. امیر. هم بذار یه بند انگشت گوجه گذاشتیم. برای یارو. ببین میخواد چیکار کنه. یه ذره پودر سیر واسه یارو ریختیم، حالا ببین میخواد ما چیکار کنه. من یا امیر؟ اماتی. دارم قشنگ خودم رو دستی آره. نه اتفاقا به نظر من دیوایی بشه. من بودم اینو با مدل بخورم. خیلی دوست دارم تست کنم خودم. تموم شد؟ نه. آقا تموم شد دیگه. نه چیه؟ نه یه چی اضافه تر از آیتم قبلی اونجا. نه یه تزیینه. آقا امیر الان داره یه حرکتایی میزنه، این کار درست نیست. تزیین چیه آقا؟ ولی تزیین چیه؟ چشمو میشه وا بزنم؟ بیا میخورم، به خدا میخورم. چشم من تا اونجا بیا بعد اونجا وا. بیا وایسا بدیم به امیر. یه دقیقه بذار اینو بهش بدیم بخوره بعد بردار. این دستت باشه. صرف بگی. حالا میتونی چشتو باز کنی، میتونی باز نکنی ولی بخوری. بخور خطرش داره میریزه. بخور. آیتمای خوبی بود در تو. بیشتر آبکی و شل بود. سر همین دنبال قاشق و اینا بودیم. دنبال قاشق نبود. خدایی بدمزه است. دهنت تو چطوره؟ طعمش برامون بگو. یعنی موشه سرآشپز اینجوری طعما رو جدا می‌کرد، برامون جدا کن بهمون بگو که فقط داره میخوره. اونو باز کرد. گاج حیفه بذار خودم بخورم. دمتون گرم. چی شدی؟ لذت بردی؟ یه گاز دیگه بزن. یه گاز زدی. توف کردم. بعد یه گاز کوچیک فقط نونشو زدی، گوشهشو زدی. تو چقدر باز زدی مگه؟ بابا مال من گوجه من نمیتونم بخورم. اینو ول کن، منو بگو. بعد فقط گوشهش نونشو خورده علی. بابا دهن سرویس چی داری ما میگی؟ وسطش ریختیم. حاجی یه جور ریختیم کالباس جمع شده تو. حاجی مزه استفراغ میده حضرت عباسی. من واسه شما رو دیگه اینجوری یه مینی گاز بزن. مزه ولی ناموسن دلم میخواد اماد اینو امتحان کنه. امتحان یه گاز دیگه بزنی. آره جدی خیلی ذوق داشتی من امتحان کنم. اگه 10 تا گاز دیگه هم میزدی من اینو امتحان نمی‌کردم. اینو بگی. امیدوارم بعداً ویدیو رو که میبینی ما رو ببخشی.
کی دقیقا؟ من یا علی؟ علی که خوبه. جفتتون هر دوتاتون امیدوارم منو ببخشید به خاطر این خیانتی که به من کردید. من باهاتون این کارو کردم. بو آلوچه بد داره میزنه تو صورت. علی هسته آلوچه بود داشتم جدا میکردم. ببین به فکر دندونات بودم. داره دلم میپیچه. مزه استفراغ میده. دیدی وقتی بالا میاری فرد چه چیزی ته حلقه، چه مزه ته حلقته. علی اون باخته آلوچه هست. زرداب تا حالا بالا آوردی؟ ببخشید دوستان عزیز، داره ویدیو رو اگه ببینی رفاقتمون خراب میشه. تو هم همینطور. خیلی ترشه. خیلی من در حق جفتتون بد کردم. ولی تو هم یه گاز بزن. یه گاز. فقط میخوام بدونی این بدتر یه من گوجه. میدونم که انا آشغالی ریختم توش. باید کل گوجه رو خالی میکردم تو ساندویچ این. ولی خیلی زیبا. منظرم دیگه ویدیو رو ببندیم. کل ویدیو یه تک قرار خوردم. آره امیر که برد کرد آجی قش سیر شد غذاش خورد. دیگه ما هم بریم کم کم چه بعد اون غذا خودمون رو بذاریم و نخوریم. آره نهار اون بود. الان تازه میخوایم بخوریم. من یه ذره این کالباسه بخورم بعد ویدیو رو تموم کنم. تمام. داداش کالباس خیلی بدی خیلی. اینم همونه. دکتر کالباس من خوشمزگی امیدوارم که سعی و سلامت باشید تا ویدیو بعدی. فعلا